سلام علیکم. خدا کنه که شما خوب باشید. خدا این شبکه شما را همیشه به همین حالت نگه داره. خدا به شما عمر با عزت بده. من میخواستم مسئله آقای قزوینی رو، این شریفی رو با شما صحبت کنم. من این قضیه رو از اول تا آخر ابتدا نگاه کردم و شنیدم. آقای انصاری، قضیه این قزوینی و شریفی من فکر کردم برمیخوره به یک زمان یک پیرزنی بود، پیرزن مکار، 2 فرزند داشت، یکی مثل همین قزوینی بود، یکی مثل شریفی. پسر بزرگش میرفت دروغ میگفت که به راست بر بخوره، یک پولی از این پادشاهی اون منطقه یا رئیس جمهور اون شهر یا اون زمان بگیره زندگیشو بچرخونه. یک روز مثل این شریفی آمد پیش مادر بزرگش، پرسید که مادر برادرم کجا رفته؟ گفت که برادر شما هم رفته مثل شما چند تا دروغ بگه، یه لقمه نونی پیدا کنه، یه پولی بگیره بیا زندگی خود بچرخونه. گفت عجب کار بده شد، این نمیتونه دروغ بگه، پادشاه سر این الان میوره میزنه یا زندانی میکنم میکشم همچین چیزی. دوید و به هر حالتی بود رسید و تا میخواستم سر اینو بزنم گفت که دست نگه داری. دست نگه داشتم، آمدم گفتم چیه؟ پادشاه گفت این برادر شما یه دروغی گفت که اصلا به راست بر نمیخوره. گفت که من دیدم دیروز طول سگ ببخشید در آسمون وقوق میکرد. گفت که راست میگه، ما دوتا با هم بودیم. گفت چطور؟ گفت که این اشایی را زمان کوچ کردن بود، کوچ میکردم، بچه سگ مونده بود در همون منطقه و نزدیک خونهشون. این لاشخورا یا این کلاغای بزرگ آمده بود، این طول سگ رو داشته بود، به نول خو گرفته بود، به دهن خو از آسمون از رو سر ما رد شد. این طول سگی وق میکرد، ما شنیدیم صدایشه. پادشاه باور کرد و یه پول به اینا داد. اینا زمانی که بیرون شدم مثل قزوینی برادر بزرگ که شریفی باشه کوچیک‌تر گفت که مرد مومن شما دروغ زمینی رو گذاشتی آسمانی رو برداشتی، دیگه نگی از این دروغا، من نمیتونم همیشه بیام تو رو نجات بدم. حالا که اینا هم دیگر خود نتونستم نجاتم بدم، حیف شما نکرده اصلا با همچی آدمای اینا رو وقت بدیم و بیام دم تلویزیون رسال حق که خداوند رسال حق و کارمندای رسال حق و شما رو به پناه خود داشته باشه. خدا به شما عمر با عزت بده. آقای انصاری، من از راه دور پیشانی شما را میبوسم. سلامت باشید. من اسمم غریبه، اهل افغانستان هستم، 25 سال به ایران زندگی میکنم. جگر ما و دست از این مردم پلوشه. شما رو به خداوند میسپارم، خداوند که همیشه و تیار خوشحال باشیم. خداوند به شما عمر با عزت بده، سربلند باشیم و سرفراز باشیم. خداوند دشمنان اسلام در سر تا سر این دنیا به هر جا که هست خار و ذلیل نگه داره. آمین. خداحافظ شما، خداحافظ.